پس از 5 ماه مناقشه های سرحدی تاجیکستان و قرقیزستان که ده ها کشته و زخمیان را به میان گذاشت، ما تصمیم داشتیم از خاندان قربانیان جنگ خبردار گردیم، اما با سببهای سردی و بسته بودن راه ها نتوانستیم در همان وقت از حال آنها خبر گیریم. امروز به ما نصیب گشته است که از زندگی، روزگار و حیات پیوندان و نزدیکان قربانیان جنگ که از تیر نامردانه سرحدبانان قرقیز کشته گشتند آگاه شویم و به والدان شهیدان همدلی و همدردی نماییم. آن مبلغ‌های خیریوی که از جانب سخاوتمندان جمع گشته بود برای آنها همچون کمک دسترس نماییم. این عزا در همه جا خرد و کلان می‌گیرد، کوه پرطاقت و دریای روان می‌گیرد، مادری غمزده با آه و فیغان می‌گیرد. تاجیکستان به عزای پسران می‌گیرد. از دلی رنجور، از دلی زرداب، از جگری سوختگی حال خرابم، از دلی پرغم، از دلی زرداب، از منی درد بی علم حالت بیتاب، از علمی آچهی به بچهی بخواب، از علمی بچهی در خاکی سیاه خواب، از علمی آچهی به بچهی بخواب، از علمی بچهی در خاکی سیاه خواب. در حفظ ادب بچه‌ای بیچاره ما کشتن، در حفظ وطن بچه‌ای غمخوار ما کشتن، در حفظ نظام بچه‌ای گلکار ما کشتن، در حفظ امان بچه‌ای آوار ما کشتن. لعنت به همه تیر و کمان آهی بچم لعنت به همه بی ادبان آهی بچم لعنت به همه فتنه‌گران آهی بچم لعنت به علم بی خبران آهی بچم. گذشتن گرانیتسا موسکوا، ماسکوفسکی област، سنت پتربورگ، قزاقستان زیاده از 5-6 ماشین دارند. رانندگان زیاده از 10 سال استاژ کاری دارند. 24 ساعت در خدمت شما هستند. کدام روز خود شما را برده از گرانیتسا گذرانده میآیند. اگر حجت‌هایتان یگان مشکلی دارد این برادرها کمک میکنند. نمرهایشان در روی اکران اسکرین شات کرده گیرید یا در واتساپ هایشان نویسید. این جوان شهید خدایبردی فردوس در جماعت شهرک حیات نوی ناحیه یاوان تولد شده است. این جوان دلیر با خواهش خود 6 اکتبر سال 2020 به صف قوه‌های مسلح شامل گردیده در قشون‌های سرحدی کدام خدمت میکرد. این جوان غورامرگ در شب 16 سپتامبر سال 2022 از تیر دشمن غدار به هلاکت رسید. ما امروز برای حالپرسی و دیدار والدانش آمدیم تا از زندگی و روزگارشان پرسان گردیم. مثال گفتم بچه ما برای خدمت کنم با اختیار خودش در بابا میره لیلو با جای نازه جای تیجه تا بچه ما روی کردم. خیلی تقدیر نصیبش همین بوده. خیلی کنیم دیگه خیلی تقدیر ببینیم. اما بچه نو در به اسپره با اومده 4 ماه در اسپره خدمت کرده. آخه 4 ماه موندن ما بچه برا موما گفته شما گفته نیوین رهو بایرونه گفته دوباره اپریسر شدگی کسال میشن غمی برا خودای غمی خشنم خودای بچه. ما برجام طرف خوجی الله همون سرحد من تا دوشنبه من تا اینجا امروز یا بلاک رو خونتانه اودمو پرسیدیم چند برای که مثلا فرزندشون همین جای دور خودش خسته رفته همون جنده از زمین از وطن از خونه توجیکو خودش محافظت کردن قرض شهروندشون باجا آورن
محافظت کردم. من پدرشون ما به علاقه برآمدن سیواز برآمدن گفتم کجا نباشه تگ زمین نباشه من خسته میرم گفتم خونشون با کانال خوجه علاب مبلغ جمع کرده بودیم که برای انمی سربازایی که زحمت کشیدن مهنت کردن خودشون در سین جوانی شهید برسیدن کمتر باشدن مبلغ جمع کرده بودیم ارجان نمیگیره. انشالله تمام مردم تاجیکستان انشالله در خدمت شما هستند. ما هم در حق نما مهاجرا کسانی که کمک کردن یاری رسونیدن همه هستند. شما یگان خیلی تنها نه، تمام تاجیکستان فخر میکند که فرزند شما امروز یک قهرمانانه از دنیا رفتند. سلامتی باشه، فرزندکان را عمر دراز کنه، باقی مادر خدای پروردگار صحت سلامت نگهبانش باشه. فرزندان همه در این مسافری مردم خدا در کجا باشن خدا نگهبانش باشه. شما هم اومده صحت سلامت خدا صحت سلامت برای وطن خودتون ببرید. خدا رحمت کنه شهید عید کام رحمت و عید زیاد کنه. اون قیبودامو دا یردام میکنیم با عید شما زیاد کنه. گشتگی را جوش جماعت کنیم کشون دو میکنم. لگاه خیلی فرشته چکه کنید به مالو شما چکه کنید و کرن اینجا دهه راستراوت ناحیه دیوشتیچ است. جوانمرد اصیل خدای بردیزاده ساربان پس از ادای خدمت همچون افیسر در قسم نظامی به کار شروع کرد و در دوام فعالیت خویش خود را همچون جوان دلیر و غیور نشان داد. مادر و پدر این جوانمرد تا حال اشک چشم خویش را نمیتوانند نگاه دارند، زیرا یک ماه مانده بود و فرزند جگربند خویش کلینگ بیارند. آرزو و امید والدان را خاک خورد. این پاسدار وطن از تیر ناخلف دشمن هلاک گشت. غم و درد فرزند در قلب و روح والدین خانه مانده است و تا حال مادر و پدر نمی توانند به گریه از او یاد کنند. اما جان مثال شما تو پدر همون روز آخرون بار که قدشان صحبت کرده بوده همون روز 16 ما سهر گپ زد من که من درس که وقتی گپ زیمدم او صورتش یا گپزگیش یا این باید پیشتر پیرگاه شد دیگه جا برفته که بره. این با همینجا اومدگی اپسکو گفته اپاش که سر دیگه دورو پورو میخرم گفتی تلفن شدی گرفت برفته گویا دیگه خدمت کنم گفت روز 26 تویش بود. 16 هم 18 هم گور کردیم 26 توی همه چیز 100% عیار بود. اشارت گرفته بودیم ارتیست همه چیز. مردم تاجیک جمع شدن و برای شما کمتر باشد مبلغ پولی جمع کردن. نه این شما که انوم ویو میگیره گیره اینم تمام مردم مهاجر تاجیک. عروسان ای عروسان شهیدان شما را انتقام بود و میدان و دیده سرمه از خاکستری جنگ اینا در پنجه از خون عزیزان. حساب شکر میگم شکر نه الله همه کنه بچه بیر امروزی مردش در مردش گرفتن شد بچه خدای بزرگی شکر میکنه بچه میده حساب شکر رو نمیکنه بچه شکر میکنه بچه میده راه جنت نصیب مادر جان ما همون طرف سرحد خسته آمدگی همه خره پیش شما با همین که دعای شما گیریم و دل برداره کرده احوالتون بینیم انشالله جزای خدمت شود با من ما تیار با من اینجا تو اینجا آمدن اما نه تنها با خودمو با دستگیری مردم خوجه علا ساکنان و تمام مردم تاجیکستان که بعد از همین مناقشه ها سرجمعانه شده برای همین شهیدا مبلغ جمع کرده بودم مادر جان. ما همچون یک همین امانت آوره رسوندن به سرما و قرض بدیم انام تمام مردم تاجیکستان
اینو میگیرید و در حق شهر دوم میکنید. امرم هم خدمت که شب تلو خنا نه جمع خیر. نشانم بود. اینو شما گرید ان شاء الله خوب ما باید کرده میگم هم خدمت که شب تلو خنا. اشکم که به چشمان وطن گریم و گریم، خونم که ز دستان وطن گریم و گریم. یک سینه جگرخون شده ام از خطر جنگ، با مادری گریان وطن گریم و گریم. ای کاش خدا آهی مرا بشنوی این بار، بین حال پریشان وطن گریم و گریم. ما برادرای عزیز چخیلی که شما شاهد هستید بعد از مناقشه های 15-16 سپتامبر ما در کانالمون یک نوار گذاشته بودیم که در آنجا برای همین شهیدانی که از تمام گوشه کنار تاجیکستان در نزد سرحد رفته همچون مردانوار ایستاده از زمین و خانه ما و شما محافظت کردند مبلغ جمع کرده بودیم و امروز باشد برادرها بعد از گذشتن 5 ماه از همین حادثه چخیلی که میدونیم راه ها محکم بود، پیروال ها، برای همین سبب من امروز شکر خداوند هوا هم گرم شد و ما خستیم آمدیم. در آن همون نواری من گذاشتگی همین کم گاز زده بودند فرزند چون چخیل به شهادت رسیدگی من وعده داده بودم که آدم به ما میرم خونتون به اینو شهر دوشنبه ناحیه رودکی بدیان. من خدا به شکر رسیده آمدیم. من پیش همین امکمانده چون صحبت کردیم همون امانتایی که برادران مبلغی که جمع شده بود حاضر من دستشون به میتیم ان شاءالله در حق هر یک شما همه شما کسی که کمک کردید باور کردید مبلغ پرتفتون کارت ما با پیش هر یک شما ان شاءالله میتیم. اما جان این مبلغ تمام مردم تاجیکستان شما با همه کی خیر کرده باشه کی یادم داده باشه کی نیت هم مطلب نیت ناستون قطع خیر کردین صرف کردین خدا خانتون آباد شود که در مهاجر کار کردین خدا تو کسب کارتون برکتی است یک سو راسخ کرده باشه خدا تو سالتش بتیه. اللهم صل علی محمد و علی محمد كما صليت على ابراهيم و ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وقنا عذاب النار برحمتك يا ارحم الراحمين. اشکم که به چشمان وطن گریم و گریم، خونم که ز دستان وطن گریم و گریم. یک سینه جگرخون شده ام از خطر جنگ، با مادر گریان وطن گریم و گریم. ای کاش خدا آهی مرا بشنوی این بار، بین حال پریشان وطن گریم و گریم. مانند پدر از غم فرزند شهیدش، افتاده به دامان وطن گریم و گریم. راه ها خیلی کمتر وزمی بود، برف ترمه فردامدگی بود، از همین سبب آمدنی ما کمتر دیر شد. باز من بغیر از دهه شما ما باز به طرف عینی چند شهر و ناحیه ها رفته آمدیم. من خیلی بهترین کار کردیم که همین ناحیه ظفرآباد نام پسر شما موندین همین دهیه. من خیلی سنگ یادآوری ماندن این بهترین کار که یعنی چند سال گذردم انشالله شهیدا از خاطر نمیرن. کمتر باشدم برای شما مبلغ جدا کردم جان. همین میگیرید انشالله یگان مشکلتون باشد حل میکنید. من جان یگان و همه آخرون صحبت کردگیم ساعت 8 شب گویه آخرون وای کردگیم. من خداوند گذشتگین همون در مرز اسفره بودگی خدا رحمت و مغفرت کند. باقی مانده ها و عمر درستیت سرور دولت ما با محترم امام جناب عالی امام علی رحمان با عمر درستیت همه کلونای تاجیکستان با وقتی که همه وقت آسمان همه تاجیکستان صاف به غبار باشد. دیگر همین مادر تاجیک گریه نکند برای همین وای دویم صلح پایدار باشد در زمین تاجیکستان. پروردگار الله اکبر.
آخرین بار همان روز 16 سپتامبر ساعت 8 من خطی نه پسر من خطی وقتی که پسر منم ساحه همون سرحدوده ناحیه مسچوبه بود تلفن میکند پسر من کلوندی از این محمد جان تلفن میکنم میگم محمد جان چه خیلی میگم نه میگود که وای بوی سر شدگی هسته میگود هیچ گوشته بجور داری موقع خودت معین کنی اشغال کن احتیاط کن پسرچم گفت وقتی من همه گم زدن گفت دادا تپر تیر بود گم گفت همه قدر گفت گفت که اکو گفت نصیب چیزی که از همه نمیبینیم گفت دیگر راه نیست گفت تلفن کشت پسرچه خودم تلفن کرد برداشتم گفتم دادا چه خیر حال پرس کرده بعد گفت که پسر امکم هم ازش نه گفتم کدام امکتون گفت امکم لشتنم گفتم چه خیلی نازشونه من گفتم پسرم که میخواد دادا مناقشه سرحدی بین قرقیزستان و تاجیکستان جنگ شده هلاک کرد در همین لحظه که شنیدم خود را خیلی گم کردم پیش چشمم تیره گشت چکار کردنم رو ندونستم خیلی یک مدت گذاشت خود رو به خود گرفتم و فورا ماشین شستم خانه آمدم تا لب تر و خون در لب و گرمیست بدن را تا بس نکند دل حرکت میژه زدن را تا قوه بازوست خم و راست شدن را از کف ندهم دامن مقصود وطن را این است به مادر به وطن راز دل من بگذار جهان بشنود آواز دل من در همین صحیفه خواجه الله مردم تاجیکستان یک فکر آمدیم که همین کسانی که شهید شدگی در نزد سرحد کمتر باشدن مبلغ پولی جمع کنیم و خانه‌شان رفته در حقشون دعا کنیم و همونجا خیستم دیگه ما سببش این امانتی شما به دادم که اینه میگره در حق مردم تاجیکستان دعا میکنه خداوند همشون کارشون برار کرده و فخر میکنیم که میخوایم در حقیقت وطن دوستان وطن از ایمونه ما میشه خونگی از کتاباش خونگی میفهمیم که اگر در کار شاید ما هم تیاریم که برای خدمت شیم ما در لباس خدمت کردیم چون بچه در واقع خدمت کرد چون بچه نیم بچه کلونی پسر 90 ای خدمت کرد چون بچه در واقع رفت سه میشه بعد کافر کار کرد سال خدمت کرد در موس چه در خدمت کرد سرجان بود بعد ما خون از 2016 تا حدود این جانب 6 سال یا 7 سال است که پاپوش تایید مخصوص رزرازیت کنه در اون خانواده توجیه بیای روزی مصیبت است روان رحمت یا هم وقت توجیهشون رو دکتر شکم باشه و جناب اولا هم وقت مسئله مردم میان به مقصدهای خیر برسونن الله اکبر در یاد شهیدان وطن گریم و گریم بر دیده گریان وطن گریم و گریم بر مادر تاجیک که تیغانش به هوا رفت چون طفلکی دامان وطن گریم و گریم پیش همی گردول یکم هفته شیده بود یا نشیده بود در آسیا بودم مخدم همینجا زنگ زد یکم گفت بیا گفتم چی گپه تنجیه گفت دیگه چی کده دیلم گوهی نداره امشان نکیم ساعتی شب بودم بخوزی رای چون پیسار شدم امشان کار بود خیستم یا افاز کردم شیشت یا بیره بر اومدم با گشت در اومدم خوب نبودم شد بیگشت
ای کار برآمدم ای سمینه در رسیت خداوند کار میکردم فرما ای سمینه برآمدم آمدم آبازی کردم و همینطوری توی زنگم زد اکم و هیچ نشیدی گفت که بچه گفت بخیر بیا گفت عالم جان گذاشت وا گفتم برآمدم اون شب بلیت گرفتم خانده سهر شد آمدم اینجا خواب اینجا شهرهای مسافره شهید شدن فرزندتان فهمیده خسته آمدید. نچخیله که من 15 و 16 سپتامبر همین حادثه رخ داد. خیر من یاد شما خیر هر چیزی نمیبیاریم و خیر من 4 ماه 5 ماه گذشت این حادثه ما امروز خسته آمدیم. ما خیلی یاد سببا عذرام بود که راهها پرولا برف بود محکم بود. خیر ابشتمی ها مثال رفت آمده تاکسی های هم سقیم بود. برای همین من خیر خدا و شکر اول بهارم شد هواها من کبوتیزار همه جا. ما امروز محمد جان همون دهه خواجه الله خسته آمدیم که نمی امانتی دست شما بتیم از دست مهاجران تمام به تاجیکستان اول جان اینو گرفت. این خدا را خوش نمی آید جوان گلگون کفن میرد. دریغی ما اگر هرمز ز دستی اهریمن میرد. برغم صد عدو همچون عدو افکن ز جا برخیز. نمیرد کس اگر در حفظ مرز خویش میرد. اگر بادی موافق روحی ما را می نوازد باز. میان هر دو دولت عهد و پیمان بود ولی حیفا خلاف عهد و پیمان حق ز دستی مکر و فن میرد. مرا عطر کفن خاکی وطن بادا ولی هر کس به قصد خاک ما خیزد الهی به کفن میرد. چه هم گویم دیگر ای عصمتی حیف از سخن گفتن. سخن سوزد سخن گرید سخن نالد سخن میرد. همش مسئول حق خودش لایق دید داد خودش لازم دونست شکر در باش شکر در من امروز با شکر تاجیکستان میکنم امروز با شکر جناب عالی میکنم امروز شکر مردم تاجیک میکنم به دستگیری من کردن نموندن من 6 ماه شد خانه من با آدم کنده نیست نبیم تکان نموندن شکر و شکر ذکر شوام گفتم کنم بر نمیگردن نشوام من باز نمیگردن خیر اخون چون نصیب نصیب آخران بار اتوبوس برآمد بعد اتوبوس بچه هاش آورد خانه بچه هاش حامله ناک بودن حامله ناک بودن 10 روز ایستاد این مادر عروسش طرار پنجیکم برد بشکونه آورد خانه موند حامله ناکش گفت وقتش بیاد تولد کنونی تو گفت من گفت و جیغ زدی ساده است جای کار جیغ زدی ساده است خب برفت و کار برفت بگاهه همان روزش بچه هاش درد گرفت بگاه گرفتیم پسرچه کلاننگم حاضر اینی با تاکسی میگردد اکوی کلانش ها وقتی گرفتیم 2 زن سه زن کشتم بردیم پنجیکن بچه تولد کنندم گرفتیم شب خوب بودم جیغ زد دادا سیمانچه میتر گفت هم گفتم بچه گفت من نامی تقوی زنده کردم پسرچه اولینم که از وشکی وحدت پراندم نامی عمک شد نامی تقوی میگفت عبدالحفیظ من نامی تقوی زنده کردم گفت زد گریم شد
پسر شد اکنون خیلی ایستا 10 روز دیگه آتپوست داری. منم همین سحر همین گپ زدم. گفت دادا گفت وارخ گفت در خطر. گپ راست است. من مرده است، منم میمیرم. من اینجا ایستادم نویدم. جای من گفت اونجا. فتح دادم برفتم. شامی یک شامی اخیران دیدیم همون سحری. شامی یک شامی حاضر جایی که دیدن محمود نزدی مزار میشنم. بیکار دیدم من این پنسیونر اینجا کلینو هستن، بچه ها سخت و کار خوجگی هم میبینن. همین شامی یک شامی من تلفن قطعی جیغ میزنم جواب نمیده. این طرفی مزار میگذارم جیغ میزنم نه، این طرف میگذارم جیغ میزنم نه. شامی یک شامی تلفن آواز میرود جواب نمیده. خیر نصیب و تقدیر همین امک جا منم همو دیه خوجی علا خیرت دیهتون هم یفت آمده. من اینی دو بدیم گفتیم البته در اومده یه شما بینیم و دو فوتیه کره در حق فرزندتون یا دعا کنیم که مثال چی خیلی که ویو احمدی خیسته وارو خوجی علا سرحد گفته رفتن مایم اونجا پرسیش کرده بیم که مثال همه آدم اونجا خیسته رفته همونجانده برای زمین برای همون خاک وطن جونشون دادن. ما هم گفتم خیسته بیم یک احوال شما بینیم و مردم تاجیک هم یگان تاش این روزا به شما تنها نمیگذارن. انشالله ما هستیم، چه خدمت میشود در پهلوی شما هستیم. انشالله همین امانتی امک جان قبول میکنید از ما در حقمون سکنونه که دستگیری کردن، مردمانی که دستگیری کردن. انشالله نماز کننده دعا کنید فرزندتون خداوند جاشون جنت گرداند. انشالله تمام مردم تاجیک فخر میکنیم که یخی جوان مردا بودن که امروز ما تینجی آرامید و خورفتاسیم زندگی کراسیم. اله آمین. به حرمت الله فتاح یا الالصف الا ذوالفقار. هر بلا، هر قضا، هر جفاها، هر رنجوی که به سر مردم تاجیک خواه در تاجیکستان خواه در خارج می آید دفع کند پروردگار. به هر گریه که می روند روزی کمی نبیند، فرزندهاشون در پناه اسمتش نگه دارد. خداوندا رفتگی جاش جنت. الله اکبر. یتیمان شهیدان را چی گویم؟ دلی صد پاره من می شود آب، وجودم می شود هر لحظه ناتاب. یتیمان شهیدان وطن را ببینم می پرد از دیده ام خواب. یتیمان شهیدان را چی گویم؟ اگر پرسد کجا شد قبلگاهم. اون کاملی نیست. من کشنهیم مقصد نفشنهیم خدمت وطن کرده است بینیم سازم لازم محتم مقصد تشویش نکش مولار مگازن که تشویش نشون لازم سازم 3 روز پیش پیش همی کشتم. بچه ها که خوب بود، بچه ها که میسوگا همی کردم میسوگا چی بود؟ چند ماه دیگه من ادای خدمت بود؟ برسیگم نه 7 ماه بود خدمت شد. کمتر با شده من برای شما از مهاجران شهر روسیه میگیرید. انشالله در هفتاشن هفته دوم میکنید امک جان. انشالله در آینده من ما خدمتنده چی مشکلی شود انشالله در بین شما هستیم. یک در مهاجران در حقشون دوم میکنید امک جان. الله تعالی چی مهاجره که در هستند در همین روشن دنیا پروردگار در پناه خودت نگهبان شد. چی مراد و چی مقصد در دل دارن به مراد و مقصدشان برسون. خداوند کریم همه ما را در پناه خودت نگهبان شد. اللهم مغفری ولی والدین ولی استاد ولی جمیل ولی مؤمنات ولی مسلمین ولی مسلمات الاحیاء منهم دعوات و خیر و برکات و گذشتگی‌ها را مغفرت کنه به رحمت. در حفظ وطن بچه بیچارم کشتند، در حفظ عدم بچه غمخوارم کشتند، در حفظ نظام
بچه گلکارم کشتند، در حفظ امان بچه آوارم کشتند. لعنت به همه تیر و کمان، آهی بچم آه. لعنت به همه بی‌ادبان، آهی بچم آه. لعنت به همه فتنه‌گران، آهی بچم آه. لعنت به علم بیخبران، آهی بچم آه. رحمت. از گفتم شما بینیم پرسیم. رحمت. یا اونگه نه آنچه وای بودم نه آنچه نقش شد. خدا خد نقد نشدمش با. استخوان شاسپید. همون ایلی که زده مایده که بود بیا. از خلقه. ایلی که ها جاف شدگی. اون مدارش نیست. سه که نقد میشه. همون سیمای گوید همون سیم در میکنند گوید. سیم موندگی. همون سیم در کراس گوید. آوای سیم روشن کرد نمیشه. همون که گریتون گم نیم گوید. هیچی بهتر شده؟ نقص شده؟ خیلی نشد. آنچه نقش شد. ورم نگشت است. میگردد. همین اوچ قلچی ها؟ مناقشه همین 15 و 16 سپتامبر و زخم شد پوچکتون. ساعت 11 نمونه. من ما افتادیم. بلندتر کم بزنید. ساعت چنان تیر خود دیت میجو و افتادیم. ساعت 11 نمونه. ساعت 11 بود. 11 نمونه بود. اول پگه که ساعت 6 انده نوشته کنم که سه تا تخم آب موندم. گاز بده. ها کاری که آوره بود. گاشته میگه یک افیسر بود. پالکونیک. و همون رزمت که کار میکرده. بابا یا با اینجا بیاد گفت. میروم بچه ها تاشن از سطیل با آب بیارید گفت. حاضر این دخترم گفته آب بوده دادم. همون سادات گفت که بابا که خام شب توی سنایپر بگرفتگی گفت. تلویزیون. من همه خام شدم. خام شدی که میدونم نگاه کنم و سادات زده است. سادات غاتید. پالکونه گفت که بابا گفت دونی ملینه که براو خونت بگفت. چه شامه گفتاست گفت. ها خوب گفتم دونی همین وقتی چند تا آنده من اینجا هم تو گشتگی میدونم پیش همین دربه. وام بشود گوید. دیگه نمیدونم. همون بیست پلودم چیش کرده آرسه من همینجا زرده. همین پسرم خیلیت باقاش رو آنده کشواله کرد. خون برفتاست. نیت کلی که هر دوش یه که ماشین بوکر برآمد. بالا برآمده این ماشین زده است نمیدونم. لباویا شکستگی میگوید این تیر زدگی ولی کرلو زدگی من سانی دیدم. که اکتا ماشین زدگی باز کته. خب فرواده سوانه من اسکول بوکر پویم گرام برفتم. نمیدونم این من. امر جان بعد از همین مناقشه ها ما همین مبلغ جمع کرده بودیم برای همین شهیدا از طرف دوشنبه چند شهر و ناحیه ها رفت اومدیم و زحمونجا مدرسه رحمت همین گفتیم طرف اوچ قلچی هم در رویم گفتیم شما اومدید با بینیم گفتیم رحمت همین مبلغ گفت در کانال خوجی الان ما جمع کرده بودیم گفتیم اینجا سهم تمام مردم تاجیکستان از داخل وطن بیرون وطن دستگیری کردن منه مبلغ جمع شد انشاءالله در حقشون نمازتون دعا کنید رحمت بس خداوند شما به شفات یاد با منه خدا اگر خواهد بسم الله الرحمن الرحیم شکرانه نعمت تنیت خاطر جمعیت همین نیت کرده آندتان به نیتاتان اشود سفراتان بی خطر شد یکان جا در مازن اشدان گریتان و خست خورسندی ولسان با سینه پیشی تیر عدو را گرفته‌ام تا نگذرد زیمن به دیلی خواهرم رسد این خاک نم کشیده ز خون نم هم این زمان نگذارد این تیر به همسنگرم رسد باز همین دویم خونه این شما با من داشتیم رشان پیشکنه همسایتون هم کوچکشون جل بابا زده اکتیوی محله همون مادیه گلوله های سناریت که کوچکشون وای شده است این هم رفته دیدیم من با دستگیری مهاجران مردم تاجیک ساکنان خوجی علام من با نصیب دست من امروز آمدیم کانال خوجی علام با کانال خوجی علام با ما مبلغ جمع کرده بودیم کارت مانده بودیم برای همین شهیدان و این میگرد انام تمام مردم تاجیکستان ما با امانتی در حقشون نمازتون دعا میکنید انشالله
خداوند شما به شفا صحبتیت نصیب همین بوده است. همون کسانی که هم دکتر واقعا خدا کش کروشون کدوم روشون در وطن پاشون هم حکمت تن جوجون ساخته هم وقت خدمت وطن رو در مورد حق کنم. این وطن به حمایه من و تو نیاز دارد و در همه وضع و حالت ناآرامی و آرامی، شادی و نشاط، درد و غم هر یکی ما را می سازد تا در کنار خلق و ملت خویش باشیم و از وطن و زمین اجدادی امان حمایت نماییم. جان برای وطن نیثار ما نکنیم کی می کند؟ عهد و وفای او شعار ما نکنیم کی می کند؟ تا بازدید نوبتی با کانال خواجه اعلی بمانید و ما را دستگیری کنید.